گفت خیز اکنون هدایتت بیرخش بالام بردار. رسول اکرم گفتن از روزی که من مبعوث و پیغمبری شدم، من اعلانی پیغمبری شدم، پروردگار شیطان و ابلیس عین جزیره عرب به نصیب کرد. شیطان به نصیب شدگی بوده وقتی رسول الله پیغمبر شده بودیم. هزار بار شکر که امتی رسول اکرمیم. هزار بار شکر. با دوری خیش کن حکم امامت، تو آراینده محراب و دینی، رسولی رحمت للعالمین. اکنون گرد دگو امام را جمع میکنی. صحابه های تو امامن، صحابه های تو امامن. خداوند در قرآن همه پیغمبرها را وصف میکنه ابراهیم امام میگه، همه پیغمبرها را وصف میکنه رسول الله را امام میگه. امام بودن کار شوخی نیست میگه. اکنون تو امامی، امام الهدا، صدر دیوان حشر. روز قیامت در محشرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه اعمال هر یکی ما در راست میستن. اینا امام الهدا هن، امام هدایت یافتن. هر نامه اعمال امت ای نظارت رسول اکرم میگذرونن، به حکم میبرونن. حتی پیغمبر فرمودن حدیث امام مسلمه که خدا برای من نیروی قدرت داده، شما را ای پول سیراد میگذرانن، اطراف سیراد چنگکای از که شما میغلطید همون روز میکنی، من از کمربنداتون میگیرم راستون میکنم شما میگذری. بو خدا من در این قدرت داده. این رحمت للعالمین. این تو آراینده محراب و دینی، رسولی رحمت للعالمین. پیا پی شد به وحیش پیکی جبریل، بشد نجمن همه آیات تنزیل. اکنون جبرئیل امین حضور رسول اکرم در انگی صبح صادق آمدن میگرفتن. طول 23 سال این قرآن ورق اکرم آورد. لا یمسه الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین. این قرآن هیچ کس نمیفهمه. شما گمان نکنید میگه قرآن فهمیدنش آسانه. شما نفهم گمان نکنید قرآن تفسیرش آسانه. این در داخل آیات و صدفهای پیچیده ای که این ایزه ای عرش خدا میبینه، این هیچ کس نمیفهمه مگر پاکیزگان این را میفهمن. اینا پاکا میفهمن، پاکا در این دل شب میخزن، اینا میخوانن. سلطان صلاح الدین ایوبی وقتی می آمده در داخل مسجد قدس، وقتی میدهک بوده، می آمده یک امام از نقره میگه منبر و محراب میساخته. در بالای منبر و محراب ما و ستاره را میمانه و می نویسه که اشهد ان لا اله الا الله. در محراب می نویسه و اشهد ان محمد رسول الله را در منبر. و تمام مردم میپرسیدن که چرا این کارا میکنی، چرا این کارا میکنی؟ گفته ای روز میشه که مسجد قدس فتح میکنن، این دو منبر و محراب در همونجا میمونن. تا چرا جدا جدا کردی؟ گفته هیچ محل الله به محمد نمیتونه، که جای در الله باشه محمد هسته. میگه سلطان من حق بود. میگه نگاه میکرد، بعد از اون میگه اینا کی میداره در مسجد قدس؟ گفت از چندین بزرگای دین فهمیدگیم که مرد از مردان خدا روز میشه و قدس میگیره، در داخل اوی منبر میمونه. انا همین شجاعت این گوده که دلیری میتیه از روزی که میدهک عشق و علاقه قدس در این دلش میمونه. روز میشوه که دروازه های قدس هوی میشوه، این جانورای وحشی همه گرفته میروند. این منبر و محراب میروه که منبرساز و محرابساز هر مرده رفتگی منبر استاده آورده در مسجد قدس میمونه. از این منبر ندای ملکوتی قرآن صدا بلند میکنه. در همین دنیا این پیامبر منبر میسازه، این پیامبر محراب میسازه. این پیامبر محرابش نمیستی لوس و چرکینی و بدبویی بدن میشوی تازه میکنی. این هم که پیغمبر میگه این میبیو بزن ای شاهدین کوسی هدایت، بدوری خیش کن حکم امامت. تو آراینده محراب و دینی، رسولی رحمت للعالمین. پیا پی شد به وحیش پیک جبریل، بشد نجمن همه آیات و تنزیل. زهر سو شد به حضرت جمع یاران، عمل کردند اندر حکم قرآن. عمرو بن عاص وقتی مرگش تا پاهاش درازه
بعد از او بالای سرش میبیارن میگن ای دانای سیاست دنیا، اکنون امروز میبینیم که اکنون سفر نزدیک شده است، یگان وصیت و نصیحت، یگان صفت از آن صفت رحمت للعالمین نمیکنیم، اونا از اون چهره پیامبر گاو نمیزنی. میگه همیتا آوازای خروشته قدیم، میگه او روش طرفی دیوال بود، بعد از اون میگه همیتا تاو داد روش و گفت آیا شما میتونه بیرون برای با چشم سرتان آفتاب تماشا کنی؟ گفتن نه 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 نمیتونیم. کی با چشم سرش آفتاب با پررگی میبینه؟ گو هیچ کس. گو قرآن پیغمبر سراج منیر را میگه این آفتاب تابونه. من نمیدونم کجایی را نقل کنم، نمیدونم من کجاش نقل کنم. گو چی خیل؟ گفت من ابن ولید، ابن عاص، ابو عبیده، اون صحابه هایی که روم و فارس لرزاندیم، وقتی روبروی ما خونش میبرامد چی خیلی که در نمک آب میزدیم و آب میشنیم در پیشش. گاو زدن نمیتونی زای حیبت حضرته. سرامون خم بود، میگه همه آرام در پیش او، زیرا این که ما نیزه و شمشیرهای در غلاف بدیم، قسم به خدا یگان جا یگان نقطه از گفته او بیرون نبر آمدیم. روزی شد که دین به دستی بیابانگردهای عرب به دنیا پهن شد. شما صاحبی دین شده، در اطراف این قرآن یاراش جمع شدن، صحابه جمع شدن، حکم قرآن قد زندگی کردن. این قرآن اونها را بلند کرد. چما بگرفت نورش روی عالم، به اطرافش صحابه همچو انجم ز فرقان. مؤمن و کافر شده فرق، در این طوفان همه کفار شده غرق. صحابه رنگی ستاره اطرافش آمدن، نوری روی رسول اکرم میگه از محتاب هم زیبا بودن. میگم خب شروع بدین حضرت، میگم خب زیبا بودن که مادرمان عایشه چند روایت گفته بودن که زنای مصر یا چهره یوسف دیدن، دست بریدن. قسم به خدا این زنای دنیا اگر حضرت صورت اصلش قدیمه دیدن کو قفسهای سینه شون میبریدن. رنگ ستاره میگه رنگ یک محتاب زیبا بودن. حتی که انس بن مالک میگه در یک از غزوه ها حضرت در بالای سرشون لباسی روی مال شال سرخ پرتافتگی بودن، فرو آمدن خیال کردن که محتاب زمین فرو آمده. خیلی زیبا، خیلی خوشرو. این صحابه رنگی میگه ستاره ها در اطرافش بودن. قرآن آمد که مومن کافر جدا کرد. از روز این قرآن آمد در دل کافرها طوفان غلطیده، اما این طوفان قرآن کفر میشوه، فسق میشوه. از روز این قرآن آمد دنیا را میگه طوفان انداخته. چی و این قرآن های؟ این قرآن هست که کسی ای چارچوبه این بیرون برای او حکمش میخونه. ببینید که این قرآن فقط خطاب به رسول اکرم میکنه. حتی قرآن میگه اگر تو از پیش خودت بعض الاقاویل هر سخن در این قرآن دراری خودت عمل نکنی، بعد ما جاءتهم ما تبین بعد الحق، این قدر بیان حقیقت آمد تا اگر حق بازی کنی پیغمبر، لأخذنا بالیمین، به ید قدرتم میگیرم رگای گردن تا میکنم. تو حق نداری میگه اینا چیزی که گفت من امورا میرسونی. این پیغمبر یک نقطه از سخن خدا بیرون نمیبره. من اگر کسی گوان که بگو قرآن، بگو خدا یک است، بگو خدا یگانه است، بگو میگه که خدا یگانه است، بگوش نمیگه. اگر گوی که بگو خدا یگانه است میگه خدا یگانه است. اما قرآن میگه قل هو الله احد، بگو خدا یگانه است. رسول الله هم کم و زیاد نکرده میگه بگو خدا یگانه است، برای که جدا کرده خدا یوخی این یگون گپ نمیپرتوید. اگر روز ما گن که گو لا اله الا الله گو را میپرتوید، اگر روز ما را کسی گپ گوه، اما خدا میگه قل بگو، پیامبر میگه بگو، یگون چرا نمیپرتوید، میگه گپ خدا یوخی. در کشتی دین شدن در نزد ماهی، خیش پروین چراغ احمدی را، حق بیفروخ کسی کف کرد ریشی خیش را سوخت. در این کشتی نوح پیغمبر هم در آمده که نوح آن روز اعلان میکنه که طوفان میشوه، بیای کشتی در سوار شوی، طوفان میشوه. مردم میگریزن گوش نمیکنن. امروز برادرها طوفانی هست که ما ایمانمون ای دست میتیم. بیا در سنت رسول اکرم درویم، بیا سنتش گوش کنیم، بیا قولاش گوش کنیم. میگه هر کس که در آمد اینا نغزان که در بیخ ماهتاب پروینا ستاره ها آمدن،
چراغ احمدی را حق می‌افروخت، کسی پف کرد ریشی خیش را سوخت. دمید از فضل حق صبحی نبوت، چو روز از کفر گشت رفع ظلمت. کسی که چراغی احمدی را خدا گریان کرده، کسی قسم به خدا پوف کنه ای را کشتنی شوه او خشم سوزانه، زیرا اینکه این ظلمت با آمدن آفتاب این تاریکی ها نصف می شوند، این نفاق و کفر نصف می شود. با واسطه آفتاب بر آمدن دنیای تاریک روشن می شود. به نامش، به شریعتش، به دعوتش، به قرآنش، به منبرش، به دینش نفاق و فسق و کفر می سوزه، نصف می شود. این آینه هستی رسول الله، ما خمانه در آینه می بینیم ظلمت همه می سوزه. میگه به خدمت عاشقانی سینه بریان، به صحبت زاهدانی دیده گریان. به میدانش همه پروانه جان باز، شهیدانش میکردی از کفن ناز. هر یک صحابه که در او زمان بود، وقتی که پیامبر اکرم جنازش میخوان آرزو میکردن که پیامبر خودشان به دست خودشان حضرت مقصد دیگه صحابه را گور کنه. در یک از غزوه ها روایت میکنه ابن مسعود که با جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جا بودیم، از غزوه شب آمدیم و پاکیزه اردوگاه را پرتافتیم، در اطراف حضرت خواب بودیم. در همین شب عبدالرحمن موزینی یک از صحابه های پیغمبر جراحت برداشته بود، همین الیکای پشت بر اومده بود، نالیش میکرد در این خیمه ده. حضرت میگه شیشتگی بودن زیق. بعد از انده که میگه خستم که پیغمبر در جاگهشون نیستن، ففزعت و دهشت فرام گرفت. حضرت کجا رفته باشن؟ خستم قافله را میگه اردوگاه را نگاه کردم که لشکر خوابه، پایان اردوگاه در یک چراغک در میگیره. رفت میگه همون شب عبدالرحمن قضا کرده، بعد از همین جراحت برداشتن قضا کرده. نگاه میکنم حضرت درنی گوردن گور کندیان و ابوبکر و عمر راست استادیان و دستاشون. حضرت میگه قبیدگان جسده. حضرت میگه میته گفته زگی برادرتون رو دراز کنه، برادرتون رو دراز کنه. میگه درازش کردن. حضرت با آغوش خودش میگه گرفت و در لحد موند و خاک گردوندیم. جناب پیامبر دیده میگه ریشای مبارکش پر گریه. بعد از اون میگه طرف آسمان دستش برداشت، گفت پروردگارا ساعتی پیش عبدالرحمن در بغل من بسیار نالیش میکرد، بسیار جان پلوسی میکرد، قسم به عظمتت میخورم من ای روزیم، اکنون این ساعت عبدالرحمن در پیش تای دیده سی اون نعمت و بزرگی تمام عبدالرحمن راضی باش. همین سخنه میگه ابن مسعود من فهمیدم و همین قدر گریه کردم که ابن مسعود کاش که به جای عبدالرحمن تو میشیدی، همین تو میشیدی که همین دعا را ما میفهمیدیم. یعنی این بود میگه صحابه، یعنی این بود میگه مقام، هیچ از دنیا و یا یگانچ پروا نکردن. اینها به نمی صدق ایمان انا میخه روزا دیدم میگه گریه کردم که کاش که به جای عبدالرحمن من میشیدم، همین دعا را در حق میفهمیدم. پروردگار این خیر قبول گردان و این مجلس آباد گردان و پیشگاه ما را کشاده گردان و روحانیت رسول اکرم از ما راضی گردان و پروردگار را دکان حاجی فیض الله را آباد و تنش صحت و فرزنداش به کمال پیری رسان و قبر پدرش پر نور و قبر مادرش پر نور. این جمعیت عاقبت کارشان به خیر، ایمانشان به سلامت. خدایا مشکلات ما را آسان گردان. آمین یا رب العالمین. در شریعت آدم در 12 سالگی به بلاغت میرسیده، اما در طریقت نزد علمای اخلاق و تربیت آدم در 40 به ویه میرسیده. یعنی که ای 12 اگر مبلغ شریعت در بلاغت باشه، در 40 سالگی هر یک مرد و زن پخته میرسیدیم در نزد علمای تصوف. رسید حضرت به 40 سالی مبارک، رسید حضرت به 40 سالی مبارک، بیامد وحیش از عیز تبارک. در 40 سالگی حضرت وقتی که رسیدن ای جانب خدا اولین خبرها با واسطه خوابای راست بود. رسول اکرم خواب میدیدن، رؤیاهای صادقه، اما خواب را میدیدن فردا رنگ صبح صادق باری، نتیجه شم میدیدن. بعد از او در یک ماه شریف رمضان 30 روز 29 روز در غار شب زنده‌داری میکردن. اگه انسان فکر کنه که اقلا همین روزا ما خدا قدی 1 ساعت شینیم، این خیلی طریقت بزرگیه که حضرت در 1 سال
یک ماه شریف رمضان با پررگی قد خدا میشتم. این شوخی نیست. کی میشینه مثلا همین روزا اقلا با خدا خلوت کنیم 1 ساعت، همین شب قد خدا کنی خلوت کنیم 1 ساعت. رسید حضرت به 40 سالی مبارک، بیامد وحیش از ایزی تبارک. نظر کرده سوی خدیجه خاتون، بگفتا گشت احوالم دیگرگون. به پیشی مادرمان خدیجه آمد گفت خدیجه گفت من حالم وزبین شده، من گمان میکنم چیزی خفای من میگرده، من هرچی روشنی میبینم. در روایت امام احمد بوده که رسول اکرم گفته در مکه وقتی که من میگشتم یگان سنگ نبود که خفای من میگفت السلام علیکم یا رسول الله. بشه پیغمبری میگه سنگا سلامو میدادم. حتی در سینی 8 سالگیش عبدالمطلب وقتی که رفت در وادی قصوا با بحیرا گفتنی عالمی نصرانی وا خورد و کاروان من کرد. عبدالمطلب گفت که اینا گردان بر، گفت در مکه که یهودی های یمن این ضررشون میرسونن. گفت چی با؟ گفت این آخران پیغمبره. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من ای بلندی دیدم. گفت از قفاش چی علف و خوشاک و درختی هست ای قفا این سجده میکنن. این خیلی کار فقط برای پیغمبران میشه که اون وقت حضرت یاش بودن 8 ساله بودن. نظر کرده سوی خدیجه خاتون، بگفتا گشت و احوالم دیگرگون. بیپیچانید بسر جامعی خوابی، آمد جبرائیل از نزد وهاب. وقتی که آمد میگه من از غار حرا وقتی که می برآمدم بیرون، بعد از برآمدن او وقتی که از غار حرا بیرون برآمدن حالت ده دیدم ملائکه در بین آسمان و زمین 6 تای. من گفت که السلام علیک یا رسول الله. اولین بار حضرت جبرائیل امین به صورت اصلیشان ببینم که میگم افق پر رای. خداوند در قرآن جبرائیل چند نام قطعی آورده. یک نام حضرت جبرائیل امین شدید القوا بوده، قناتش قوه داشت که زمین چپک نه. شدید القوا، رسول کریم. در دیگر جا در افق اعلا چند نام قد جبرائیل آمده بوده. و اساس ایمانا که کامل شد و مردم ملائکات که ایمان آوردن شناختن و نام او جبرائیل شد. یعنی که عبدالله بنده خدا رئیس دستگاه ملائکه الهی. حضرت میگه من اولین بار در وقت پیغمبریش حضرت به همین صورت دیدنشه. یعنی میگه وقتی که من جبرائیل دیدم بین افقی آسمان و زمین پر بود. خدیجه را داناگیش بینین که ابو جهل آسا خالیش میکنه، حتی که چندین تن از قبیله مخزوم میلیاردراش آسا خالیش میکنن. همین قدر داناگی میکنن، همین قدر میبینن. در همون زمان ثروتمندترین زن در زمان عرب بود، اما او یک چیز شناخت، او واقعا آخرت شناس بوده. در چهره رسول اکرم آخرت دید. خشا به حال آدمی که رفیق آخرتی پیدا کنه. در چهره رسول اکرم آخرت دید، در چهره رسول اکرم پاکیزگی را دید. همه مال فدای دین رسول اکرم کرد. حتی که چند مراتب عایشه صدیقه میپرسیدن مادرمان که چی اینقدر ایوای مادا وصف میکنی گپ میزنی آخی چی؟ ایوای بهتریناش در نزد شما از فرستاده خدا، ایوای بهتریناش هست. گو ایوای بهترین جال خدا نداده. همین قدر خدیجه را دوست میداشتیم. روایت امام احمد میگه نه گپ نگو عایشه، این گپ گاو نزن، ایوای بهترین شد. اما زیرا اینکه ایوای خداوند برای من گفت فرزند داده. در یک روایت دیگر حتی که صیغه واحد قد گفتیم که خدا ایوای من یک تا دختر داده. الحمدلله که همین فرزنداشون که از دنیا رفتن یا فاطمه و زهرا ما امروز نسل پاکیزه رسول الله که اونها رو سید زاده ها میگن از این خاندانن. الحمدلله این خونی پاک، تنه پاک، جسدی پاک. این این نعمته که در وقت مردنشان روایت امام طبرانی که علی را وصیت میکنن فاطمه که علی در همین امور زندگیم غیر مادرم هیچ کس تنی من ندیده. من اگر از دنیا قضا کنم و گذرم فقط غسل میت من بدن من خودت شو.
حتی که یگان زن هم بدن من دیدگی نیست غیر مادر. همین خیلی یاش، همین خیلی زن، همین خیلی انسانیت. یاش وقتی پیش جناب پیغمبر میگه بسیار گریه میکنن لحظه آخری حضرت، وقتی حضرت آخرا لحظه های حیاتش نه، جناب پیغمبر اندک با خرسندانه میگه که از اولادم اهل ایمان اولین انسان پیش من میبید توی فاطمه گریه نکرد. یعنی خیلی بر رسول الله مانند بدیان، خیلی حضرت بر رسول الله مانند بدیان. بعد از در یک روایتی که امام احمد میبیاره حضرت گفته که بدن که فاطمه گوشت از گوشتپاره های بدن مای کسی خرسندش کنه خرسندم کرده، کسی زیقش کنه زیقم کرده. از اون نسل، از اون خاندان، از این شخصیت، این گونه شخصیت ها با دنیا میبیان. امام حسن و امام حسین، زینب و امی گلثوم، یک پسر بچه دیگه محسن داشت میگه از دنیا گذشتن. حتی امی بنین روایت میکنه که بعد ایسر فاطمه رفتن، حضرت عمر میگه خاندانی ما آمد من عصاخالی کرد از قبیله ثعلب که ای رئیس قبیله ثعلب، ای رئیس قبیله ثعلب، فهمیدیم که دختر قدرس داشتی علی دا عصاخالی آمدن. همین امی بنین و وقتا 16-17 ساله بوده، علی دا عصاخالی آمدن. و میگم این وقت میگه این گپا که فهمید میگه رئیس قبیله بود، میگه پدرشون ایجا شد که کی گو علی دا عصاخالی آمدم اخی فاطمه دنیا گذشته میخوام که علی دا جفتی اویم. بعد از اون میگه پدرشون خیز امی بنین زنی حضرت علی بودن، میگه ایجاشون خیز گو علی دا ما زن نمیتیم، گو علی دا ما غلام میتیم، اگر شما قبول کنید دخترمونو میبخشیمش. حضرت عمر عصاخال بودیم. بعد از اون میگه امی بنین پیر شدگی بود، 4 تا بچه از همین میشوه، یک تاش ابوالفضل عباس بود. ابوالفضل همین میشوه. امروز هم شیعه ها کربلا میبینن برای ابوالفضل گفته گریه میکنن، برای همین ابوالفضل. وقتی که حضرت امام حسین که اینقدر در اون حالت جراحت میبردارن، حتی میگه رنگ شیر زخمالو در زمین غلطیده بود، میگه حتی که یک پاش میگه راست بوده یک پاش نه، اما خنجر گیری میگه با طرف همون زمان واقعات دویدند. در همونجا وقتی جان به حق تسلیم کرد صدا را امی بنین دمه بیارن که امی بنین ابوالفضل شهید شد، امی بنین وای بچت شهید شد، امی بنین عبیدالله شهید شد. 4 تا بچه‌ش میگن حضرت امی بنین مادرمون که پیر بودند از سری عصا و میگه همش مایله حسین نگاوزن حسین شخیل شده باشه، میگه داد زدن، میگم خیلی اشکاش ریخته تبرانی میبیاره. میگه گفتن حسین هم مرد، میگه که همین میگه یک صدای بلند زد، میگه امی بنین همون سری تیاه خوش آمد، میگه در زمین زد و نعره زد که ای فاطمه امانت نگاه کردن نتونستم، فرزندات کلان کردم امانت نگاه کردن نتونستم، نمیدونم فردا محشر ده چی جواب میده. ای فاطمه نتونستم. این 4 بچه‌م فدای بچه‌های تو بود. میگه داد زد، همین گریه کرد، 86 ساله کمپیر گریه کرد. همون روزی که خونه تا عروس شده آمدم، وقتی که همون روزی که عروس شدن آمدند نام منم فاطمه بود. همین علی من فاطمه گفته صدا میکرد، گوده میگه همین نگاه میکردم چشم حسن حسین میگه 4 فاطمه میفهمیدن. او چمون نگفته آمدن میگه حضرت علی را گفته است که علی پدر و مادرم فدات شوه، همین روزی بارد نام من فاطمه نگو، برای که من نمیخوام که فرزندای تو ناراحت شوند. وقتی تو فاطمه میگی من میترسم، التماس و نامش حضرت علی امی بنین میمونه. میگه یک زن میبیان نام زنی اول نیست نمیکنن. امروز چی زن ها میبیان زنی اول نامش نیست میکنن، از صفای نیست کردن نام یکم میشوند. اما امی بنین میبیان میگه پدر و مادرم فدات بود نکمی کاره، بیا همین نامی من فاطمه نگیر دیگه با امی بنین میمونه. کدو و شلغم و کارتوشکا و امیار اوجوش کرده پیش حضرت علی ده میمونه. حضرت نپرسیده بسم الله گفتم میخرن. امی بنین میگه نمیپرسی که همین حلال ای کجا آمد علی چون میخوای به توجهی؟ گفته که ای امی بنین من اول 7 پشتی پدری تو را کفتم و با تو را انتخاب کردم، این ای مولی پدری تو باشه پدری تو حرام نمیخره گم بود. وقتی تای خونی پدر رو آوردن پدری تو را میشناسون. این ای نسل خدیجه بودن. خدیجه انمون اصلاب صلب پاکشیناق، پشتی پاکشیناق، نطفه پاکشیناق که مورخا میگن ای پشتای پاک و بچه‌دانای پاک رسول الله به دنیا آمدگی. خوشا به حال آدمایی که پشتی آدم شناسه، خوشا به حال آدمی که نسلی آدم شناسه. امروز افسوس عقیده فقط پول مانده ماشین جوره. اما خدیجه میگه دنیا در دست شای، تمام دنیا را خدیجه داره اما پروا نمیکنه. میگه چی ده در سیمای رسول اکرم آخرت دید.
اولین بهترین ها اولین های قرآن میگه، بهترین ها اولین های. ای کودک ها اولین کودک علی ایمان میبیاره، ای زن ها اولین زن خدیجه ایمان میبیاره، از مرد ها صدیق اکبر ابوبکر صدیق. اولین ها بهترین ها هم. اینا اولین هایی هستن که در چهره رسول الله بزرگی را دیدن. آمد گفت خدیجه گفت حلم وزبینای چیزی را دیده استم من نمیفهمم. گفت چی گپ است؟ گفت در بدنی من گفت چیزی هست خفای من میگرده. بپیچانید بسر جامعی خواب آمد جبرئیل از نزد وهاب. حضرت میگه دفعه گفت زمیلونی منو پیچانه. حضرت میگه پیچانه خدیجه مادرمان. در همین حالت میگه با اکنون ندای ملکوتی آسمانی میبیا با وحیش آیتی ایها المدثر بگو ای مرد خفته قوف انذیر. آمد که یا ایها المدثر ای در بوریا پیچیده ای